سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من محسنم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز میخوام راجع به یک میم کوینی که داره تازگی و سر و صدا میکنه صحبت کنم و خودم هم چارتشو دیدم ترغیب شدم که برم نقاط مهمش رو در بیارم و اگرم شد خریدش رو بزنم. یعنی قطعی میخوام من خودم خریدش رو بزنم اگه به هم سیگنال بده. حتما. خب این چی هست؟ اول خیلی خوشحال میشم که لایک کنید این ویدیو رو، منو ساب کنید و کامنت بذارید که چه ارزی رو میخوایم واسهتون تحلیل کنم. و حالا بریم سر وقت این میم کوین جذابی که احتمالاً از هفته دیگه رشد شروع بشه با توجه به اخباری که واسش وجود داره. من خودم هم امروز تازه اومدم نگاش کردم، بررسیش کردم، پروژهش رو خوندم و جذاب بود. ولی نه به قدرتمندی آلت کوین هایی مثل نمیدونم سولونا و نمیدونم بی ام بی و اتریوم و اینها. خب اونها بحثشون جداست، حجم پول خیلی زیادی دارن. نکته که باید شما دقت کنید برای خرید میم کوین ها، هیچ وقت سرمایه‌ای که واسه آلت کوین ها شما میذارید یا بقیه ارزها که پشتوانه های زیادی دارن رو نباید روی میم کوین ها بیاید بذارید، چون این پروژه ممکنه که کامل فیل بشن، شکست بخورن و سرمایه‌تون و از بین بره. اینطور راحت بهتون بگم. و برای همین هر چقدر جای دیگه سرمایه گذاری میکنید اینجا نصفش یا حتی کمتر از اون رو بذارید. حالا واسه یه نفر ممکنه $50 باشه اون حداقل سرمایه گذاری، واسه یه نفر ممکنه $10 باشه، واسه یکی $100 باشه، واسه یکی هم $1000. اون دیگه بستگی به خودتون داره و اونو به خودتون میسپارم. تو تایم فریم دیلی من اومدم اینو بررسی کردم، دیدم که یک بی او اس داریم که قیمت خیلی شارپ اومده، یه شکست خیلی خوبی رو واسه ما داشته توی ساختارمون در تایم فریم دیلی. بعد یه کف خیلی معتبری رو توی این قیمت ها، حالا من اشارهشو که نمیتونم بخونم واسهتون چند تاست، ولی عدد 140 میتونه کف استراکچرمون باشه. یه نکته دیگه هم بهتون بگم تا قبل از اینکه حالا بریم جلوتر. اسم این میم کوین AI دوج هستش. من توی کوینکس که اومدم اینو سرچ کردم ARB دوج AI نوشته، یعنی شما همون AI دوج رو بزنید میاره چارتشون رو واسهتون. حالا تو بقیه صرافی هم که اسمش درسته دیگه، همین AI دوج براتون میاد. این یک نکته مهمه که اگه توی کوینکس کار میکنید بدونید که راجع به این چارت ما داریم صحبت میکنیم. خب کفشو که شما الان خیلی راحت دارید میبینید در تایم فریم دیلی و قیمت اومده یه اصلاح خیلی عمیقی انجام داده، بلند مدت هم بوده تا اینکه رسیده به این فلش سبزی که کشیدم. قیمت اینجا توی این قسمت رسیده به این کف ساختار خودش، یعنی یک ناحیه تقاضای خیلی قدرتمند و واقعا هم تقاضا اونجا اتفاق افتاده، یعنی قیمت رفته بالا و سقف قبلی خودش رو تو اصلاح پس گرفته و یه شیفت خیلی خوب اتفاق افتاده توی همین تایم فریم دیلی. بعد از این داریم می‌بینیم که قیمت اومده داره رنج میزنه. این رنج زدنش رو ما دوست داریم، خیلی بدمون نمیاد. مثلا من یکی از نقاطی که خیلی بهش علاقه دارم واسه خرید اینه که انتظار دارم قیمت از این ناحیه که الان از عدد 430 432 بیاد پایینتر، این کف پیوت قبلی خودش، یعنی این حرکت هفتی شکل رو پس بگیره، به این اوردر بلاک اینجا برسه. اگر اینجا یک الگوی اینگولفینگ مثلا داد، فرض کنید یک کندل سعودی اینجا تو این کف بزنه، من قطعاً میخرم این ارزو، شک ندارم کلا بهش. این از این. حالا ممکن هم هست که به اینجا نرسه. در غیر این صورت اگه بره بالاتر ما میتونیم کجا خرید رو بزنیم. ببینید اینجا ما یه سقفی داریم. خب اگر کندل دیلی بیاد بالای این ناحیه، یعنی حدود بالای 520 530 یک کندل دیلی کلوز کنه، ببنده بدونی که شادو باشه، کامل بدن اونور سد کلوز کنه، اونجا هم ما میتونیم خرید خودمون رو داشته باشیم. ولی من الان فرض رو برای این میگیرم که قیمت میخواد بیاد پایینتر و اینجا بهمون سیگنال میده. جایی که واسه من اهمیت داره، ببینید اینجا خب من نقطه خریدم هست، استاپ ریسکیمون میشه گفت که توی این قسمت حدود 20% استاپ داره. میگم میم کوینا که ریسک بالایی دارن، ولی اون استاپ سیف چون ممکنه این ناحیه رو هم یه هانت بکنه بعدش بخواد بره بالا، احتمال یه چنین چیزی وجود داره که بخواد نقدینگی اینجا هم حتی جمع بشه و یه عده رو با استاپ مواجه کنه. اون جای سیفش هم حدود 50% استاپ هست از این ناحیه‌ای که ما نقطه ورود داریم. حالا سقف این کجا؟ سقفش جای جذابی. اینم بهتون بگم اگه بخواد توی میم کوینا پول وارد بشه، استقبال عمومی اتفاق بیفته، جوری رشد میکنن که اصلا اون سقف‌های تاریخیشون و سقف‌های قبلیشون رو کامل پوت میکنن و میرن بالاتر. ولی از همین ناحیه ما فرض میکنیم اگه بخواد
نقطه ورود بهمون بده، من بیام اینو تا جای سقف قبلیش بذارم، یه چیزی حدود 260% به ما سود میده که میگم اگر واقعا پامپ اتفاق بیفته، ما ورود کنیم، پامپ اتفاق بیفته، ورود پول خوب و حجم خوب بخوره، ممکنه خیلی از این بیشتر اتفاق بیفته سودش. یعنی 400 500 600% ممکنه که ما انتظار سود داشته باشیم از این میم کوین. ولی با تمام این تفاصیل و صحبتایی که من کردم، اینجوری نباشه که برید یک سرمایه خیلی زیادی رو توی اینها بذارید. باز هم شما اون ریسک رو باید رعایت کنید، چون اینها میم کوین هستن و آنچنان اعتباری به نسبت بقیه ارزهای حالا قدرتمند بازار ندارن. ولی اگه سرمایه کوچیکی واردش کنیم میتونه خوب سود خوبی رو بهمون بده. اینم از این و نقاط ورودم که بهتون گفتم. یکی این سقف اگه شکسته بشه تو همین فرمی که هستیم، یکم اگه قیمت به این کف برسه و این الگوی کندری که بهتون گفتم رو بده. اینم از این AI دوج رو پس فراموش نکنید. من خودم تو واچ لیستم دارم میبینمش و منتظر اینم که تاییدیه های منو بده، همین چیزایی که واسهتون تعریف کردم، توضیح دادم و بخوام ورود کنم داخلش. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. هر سوالی چیزی داشتید میتونید تو کامنت ها ازم بپرسید در رابطه با ارزهای مختلف، به خصوص حالا جفت ارزهای فارکس فرقی نمیکنه و من سعی میکنم که حتما واسهتون ویدیو راجبش بسازم که شما تو مسیر درست قرار بگیرید و بتونید بهتر معامله و سرمایه گذاری کنید. مرسی از همگی. خدا نگهدار.